سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها. یه چیزی میخواستم بهتون بگم. امروز من رفته بودم پسرمو ثبت نام بکنم برای پریسکول که شروع کنه به رفتن و اینکه روز اولی بود که میرفتیم. البته هنوز شروع نشده کلاساش، ولی خب چون رفته بودم ثبت نامش کنم و اینا، بعد اونجا به من گفتن که میتونه پسرت بره کلاس رو ببینه و با بچه‌های ذره آشنا بشه از این داستانا. من همون تایمی که بعد گفتن که شما میتونید یا حالا تو دفتر بشین یا تو حیاط یا با پسرتون بیاین اونا. من با پسرم رفتم و تو اون مدتی که خودش داشت با بچه ها وقت میگذره، من تو حیاط نشسته بودم و دیدم که فرصت خوبی الان که پسرم داره با بچه آشنا میشه و بازی میکنه اینا، چرا من به کارم نرسم. یعنی میخوام بهتون بگم که من با اون مدت کمی که نشسته بودم و منتظر بودم که پسرم بیاد، تونستم توی اون مدت به کلی از کارهای بیزنسیم برسم. یعنی اینو میخوام بهتون بگم که این موقعیت عالی بهتون این فرصت رو میده که بدون اینکه خودتون رو محدود بکنین به یه زمان یا یه مکان مشخصی که حتما باید حضور داشته باشین تو اون تایم مشخص، تو اون مکان مشخص، از هر جایی که دلتون بخواد، حتی توی صف بنزین، حتی نمیدونم توی هر جایی که هستین و یه فرصت، یه زمان خالی دارین که میخواین ازش استفاده بکنین، با همین موبایلی که الان دارین ویدیوهای من رو نگاه میکنین میتونین از جیبتون درش بیارین و کارتون رو انجام بدین و تو همون مدت بیکاری به درآمد برسین. پس حتما این موقعیت عالی رو با من چک کنین. من آنگینه هستم، منتور شما، میتونم بهتون کمک کنم که شما هم از این موقعیت عالی استفاده بکنین، به درآمد برسین و بدون اینکه نگران باشین که باید فرزندتون رو برای مدت طولانی تنها بذارین یا اینکه از خانواده‌تون دور باشین. میتونین با خیال راحت تو هر زمانی که هستین، هر مکانی که هستین، کسب درآمد بکنین و آینده بهتری برای خودتون و خانواده‌تون بسازین. پس اسم و ایمیلتون رو برام بفرستین، من بتونم اطلاعات رایگان رو براتون ارسال بکنم. ببخشید من صدام گرفته، نمیدونم چرا، مریض نیستم ولی فکر کنم آلرژی دارم، آلرژیام شروع شده، نمیدونم، هیچ وقت نداشتم این آلرژیا ولی الان جدیدا شروع شده. ولی با همین حالی که دارم اصلا نگران نیستم، چون که میتونم با خیال راحت نه از این ناراحت بشم که او فردا من چطور میتونم برم سر کار یا هر چیز دیگه. تو با خیال راحت توی خونه خودم میتونم به کارهای خودم هم برسم، هم به کارهای بیزنسیم، هم به پسرم. پس شما هم این موقعیت رو اصلا از دست ندین و حتما با من چک کنین. اینجا هم پیش من شب خیر میگم به همه شما. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.